اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بدان از علمی صرف 3 درس گرفتیم و حالا باشد امروز درس 4 را به سمع شما پیشنهاد خواهیم گردانید. پیش از اونه که درس را ثبت را شروع بکنم، بنده اینها را نوشتم به خاطر آنه که نوشتن وقت را کم زیادتر میگیرد. نمیخواهم که درس ها طولانی باشد. درس ها را چقدر کوتاهش کنیم همون قدر بهتر و خوبتر هست. از این حساب بنده نوشتم اینها را. خب، کتاب بدان درس امروزه ما و شما درس 4 هست. این کلمه را اینجا نوشتم ماندم تا اینکه این در یادتون خوب باشد و این را بسیار استفاده میبرید. سألتمونیها، این کلمه را در ذهنتون داشته باشید. گفتیم که حرفای زایده یکی از همین حرفا میآید و از این بیرون نمی آید. خب، درس امروزه ما و شما از کتاب بدان چطوری که صاحب کتاب میگوید که تقسیم ثلاثی، یعنی که تقسیم آن کلمه هایی که آن کلمه که 3 حرفه است. اکنون باز ثلاثی تقسیم می شود به 2 قسم، رباعی همچنین تقسیم می شود به 2 قسم، خماسی همچنین تقسیم می شود به 2 قسم. یعنی هر یک اینها، ثلاثی در فعل و اسم، رباعی در فعل و اسم، خماسی خاص اسم است. اینها تقسیماتشان می شود چطوری که شما دیده ایستادید. خب، چی میگه صاحب کتاب؟ میگه که از کتاب رو اولا بخونیم. میگه که ثلاثی بر 2 قسم است، یعنی که ثلاثی 2 تقسیم می شود چطوری که شما دیده ایستادید. ثلاثی مجرد، یکمش نامش چی بوده است؟ ثلاثی مجرد. دویمش ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد قسم یکمی ثلاثی، ثلاثی مزید قسم دومی چی بوده است؟ ثلاثی. خب، ثلاثی مجرد چی است؟ میگه ثلاثی مجرد آن است که بر 3 حرف اصلی و چیز زیاده نبود. یعنی که 3 حرف اصلی، ببین، ضاد، ر و ب. حرف ضاد، حرف ر، حرف ب، در این یگان حرف زیادتی نیست. در این حرف زیادتی وجود ندارد. همچون میگه ضرب بر وزن فعل. ما گفتیم که میزان، ترازو در کشیدن حرفا ف و عین یک لام است در ثلاثی. پس ببینید که ضرب بر وزن فعل، پس این مجرد است، یعنی خالی است از حرفای زیادتی. از این حرفای زیادتی وجود ندارد در ضربه. پس این نامش می شود ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد بر وزن فعل. خب، ثلاثی مزید دویم قسمش میگه ثلاثی مزید. ثلاثی مزید چی است؟ آن است که بر 3 حرف اصلی او چیز زیاده بود. 3 حرف اصلیش نگاه کنید زیادتی دارد. همچون اکرمه بر وزن افعل. اکرمه بر وزن افعل. پس در اینجا حرف زیادتی چی بوده است؟ در اکرمه ما درس گذشته بیان کرده بودیم این کلمه اکرمه را. حرف زیادتی یعنی همین حمزه است که در مقابلش چیکار کردیم؟ یک حمزه دیگر ما در میزان ده، ترازو ده، یک حمزه را زیاد کردیم. زیرا اینکه این ثلاثی است، 3 حرفه است، لیکن چی است؟ مزید است، یعنی حرف زیادتی دارد. پس این کلمه را اصلش، یعنی که یا اون کس بگوید که چرا حمزه را زیادتی گفتی و میم را زیادتی نگفتی؟ درس گذشته ما گفتیم میم هم زیادتی در اینجا نیست، لیکن در اینجا میم زیادتی است. یک کس بگوید به خاطر چی میم از زیادتی نگفتی، حمزه را زیادتی گفتید؟ میگم به خاطر اینه که اصل این کلمه این طور کلمه است. اصل این کلمه اکرمه یعنی که کرومه هست. کرومه هست. کرومه در اولش یک الف از زیادتی کردن شد اکرمه. برای همین خاطر ما میگیم که الف چی است؟ زیادتی است. الف حرفی زیادتی است. پس در اینجا معلوم شد که مزید حرف زیادتی چی بوده است؟ الف بوده است. در فعل، ببین در کلمه
در ترازو هم همچنین ما زیادش کردیم. یعنی که در موزون چیزی را که میکشیم اینجا زیادتی الف بود، در میزان در ترازو الف زیاد کردیم. پس حرکاتش گفتیم موافق به همون موزون من میتیم. ضربه است میگیم فعله، اکرم است میگیم افعله. خب این بود تقسیم ثلاثی. به همین ثلاثی به پایان رسید. همین دو تقسیم داره، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. میگذاریم به تقسیم رباعی. صاحب کتاب همچنین میگوید چطوری که بنده اینجا عنوان گذاری کرده هستم. تقسیم رباعی، رباعی همچنین به دو قسم تقسیم میشود. میگد رباعی نیز بر دو قسم است. ببین رباعی نیز دو قسم دارد، یعنی که ثلاثی دو قسمه بود، رباعی هم دو قسم دارد. رباعی مجرد، یکمش رباعی مجرد، دویمش رباعی مزید. یعنی رباعی مجرد و رباعی مزید. اکنون میگد که رباعی مجرد آن است که بر 4 حرف اصلی او چیز زیاده نبود، همچون دهرجه بر وزن فعلله. دقت، رباعی مجرد است، این وزنش موزون دهرجه است. دهرجه را حساب کنید 1 2 3 4 حرف، پس رباعی هست. با مجرد است، در اینجا حرف زیادتی نیست. نگاه کنید اینها را نگاه کنید، آیا در اینجا یگان حرفی را پیدا کرده میتوانید؟ نه. پس این 4 تا حرف حرفای اصلی است، حرف زیادتی نیست، حرفای اصلی است. پس حرف اصلی که باشد ما در ترازو ف و عین 1 لام بود، در ثلاثی در رباعی فا و عین 2 لامش میکنیم، 2 لام. پس دهرجه میگیم بر وزن چی است؟ فعلله. در اینجا یگان تا حرف زیادتی وجود ندارد، در اینجا همه حرفاش حرفای اصلی هست. این رباعی مجرد است. اکنون میگه رباعی مزید آن است که بر 4 حرف اصلی او چیز زیاده بود، همچون تدهرجه بر وزن تفعلله. ببینید رباعی مزید قسم دوم رباعی مزید که هست این تدهرجه هست بر وزن تفعلله. اکنون دقت بتید اینجا حساب میکنیم 1 2 3 4 5. ما گفته بودیم که فعل 4 حرفه میشود و بس. اینجا 5 تا حرف است، یه حرف زیاتی است. یه حرف چی دارد؟ زیاتی دارد. اکنون این زیاتی کدام حرف است؟ دقت، ت و دال و ح و ر و جیم رو در بالا نگاه میکنیم در اینجا ت هست، پس زیادتی چی بوده است؟ حرف ت بوده است. زیادتی حرف ت. در اول کلمه حرف ت را که درآوردیم در موزون، چیزی را که ترازو میکشیم کلمه ده، انا که در ترازومون همچنین در اولش ت را میاریم. نگاه کنید در موزون در اولش ت را که درآوردیم، در موزون هم همچنین در اولش ت را میدراریم تا اینکه ترازومون برابر شود، پست و بلند نیاید. اینجا 5 تا حرف است، این را 5 تا حرف میکنیم. این را نامش میشود چی؟ رباعی مزید. رباعی مزید یعنی زیاتی حرفش چی بوده است؟ حرف ت. حرف ت حرف زیاتی است. این بود تقسیم رباعی، یعنی رباعی مجرد و رباعی مزید. این مثال هاش و این حرفای زیاتیش زایدهش. اکنون میگذاریم در قسم بعدی که تقسیم خماسی. خماسی همچنین به 2 قسم تقسیم می شود، چطوری که اینجا بنده عنوان گذاری کردم. در پایانش خماسی نیز بر 2 قسم است. ببینید خماسی در اینجا همچنین 2 تا قسم دارد، یعنی 2 تقسیم می شود. اونها چی هستند؟ میگد که خماسی مجرد. ببینید خماسی مجرد و خماسی مزید. خماسی مجرد و خماسی مزید. اکنون خماسی مجرد چی است؟ میگه خماسی مجرد آن است که بر 5 حرف اصلی و چیز زیاده نبود، همچون جهمریشون بر وزن فعللیلون. دیدید جهمریشون همه حرفاش حرفای اصلی است، حرف زیادتی ندارد. نگاه کنید جیم، ح، میم، ر، شین، همه حرفای اصلی است، یگان تا حرف زیادتی ندارد. پس جهمریشون بر وزن چی میشه؟ فعللیلون. اینجا در یگان تا حرف زیادتی نیست، یعنی که ف و عین 3 تا لام، زیرا که 5 تگه است. ما گفتیم که 5 تگه باشد در ترازو 3 لام همراه میکنیم، 3 تا لام. پس فعللیلون، جهمریشون، اینها هم حرفای چی است؟ اصلی است. اینجا حرف زیادتی ندارد. اکنون صاحب کتاب میگه خماسی مزید آن است که بر 5 حرف اصلی و چیز زیاده بود، همچون خندریسون بر وزن فعللیلون. اکنون خماسی مزید حرف زیادتی دارد
خندریسون بر وزن فعللیلون. اکنون دقت بتید در اینجا خندریسون حرف زیادتی کدام است؟ یا در فعللیلون حرف زیادتی کدام است؟ حرف زیادتی در این یا هست که پیش از آخری کلمه آمدگی است. یعنی حرف زیادتی فقط در اول کلمه نمی آید، میشود در بین بیاد، در بین حرفا میشود در آخری کلمه بیاد. اینجا در پیش از آخری کلمه آمدگی است. ببینید در بین دو لام آمدگی است، در بین دو لام حرف یا زیادتی آمدگی است. انا همین یا این کلمه را حکم شد تغییر داد که خماسی مزید شد. انا می خندریسون خماسی چی شد؟ مزید شد. پس این هست تقسیمی خماسی که خماسی بعد دو قسم است، خماسی مجرد و خماسی مزید و این حرفای زیادتیش. و این هست درس امروزه ما و شما از کتاب بدان، درس چهارم. خلاصه درس همین است که ثلاثی فرق ندارد اسم است یا که فعل بعد دو قسم تقسیم می شود، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. همچنین رباعی فرق ندارد که اسم است یا فعل، اسم یا فعل فرق ندارد، بعد دو قسم تقسیم می شود، رباعی مجرد و رباعی مزید. این مثال هاش، این هم فعل است، این هم فعل است. اکنون تقسیم خماسی، خماسی فقط برای اسم است و بس، خماسی فعل نمی شود، خماسی فعل نمی شود. اکنون خماسی خاصی اسم بوده است، بعد دو قسم تقسیم شد، خماسی مجرد و خماسی مزید. با همین درس امروزه ما و شما به پایان رسید. با فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی امیدوار هستم که از این درس فایده را به دست آورده باشید. این بود درس امروزه ما و شما. در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.